صبح همتون بخیر برادرای عزیز. خیلی قصه نوبتی نقل میکنیم. زنک بالنیسته میبیه پیش ورج میدرویه میگه رفیق دکتر ما پرابلم دارم. خیلی دکتر میگه که ما همه دکترو برای همه در کاریم که پرابلم شما رو حل کنیم. بفرما چی پرابلمه؟ میگه این همه سحریا میخزم، این همه پیشای خیچه کنده، این همه نقطه سیاه های. گفته میبخشه یعنی شوهرتون چی کار میکنه؟ گفته استای این همه کریشه پریشه بزنه. گفته شوهرتون بگو که وقتی سکس کردن قلم عیبخ گوشش بگیره. سلامت باشه. سلام علیکم هموطنای عزیز، غریبای محترم. به همتون خوشبختی محبت الهی تمنا میکنیم. در این صبحیدم خواستیم یک قصه نوبتی برای شما پیشنهاد کنیم. سلام علیکم برادران. قصه نوبتی ما رو برای شما پیشنهاد میکنیم. این نام حاجی شیر محمد، یک مردک بزرگ، همه خیلی اتوبوس خطی راه دمه برای رفته است. یک موتورسیکلیست همه خیلی سرانداز کرده قفاش میگذرد. چند دودی خاک انمیتری اتوبوس چه میخواه یک نگاه میکنه، حیران میشه. خیلی با رونده رفته است. خلاصیگه بیاد 1 کیلومتر میره، 2 کیلومتر میره، نگاه میکنه بین راه دمو موتورسیکلیست است من کرده است. ای آکا بسته اتوبوس چی من کرده؟ گفته ها برادر چی گپه ایتا با 60 تو که گذاشتی؟ گفته اکا میبخشی، اکا جان میبخشی. همون وقتی ما گذاشتند و آتیم در قفای موتورسیکل بود یا نه؟ سلامت باشه. من از صبح صادق ما برادرای همین درگاه ها سر میشه. شخصانی که در مسئله گشنه و تشنه میگردن مرحمت. کمپانی شیر محمد فیلم در خدمت. و تمام گشنگان کمک خود را میرسانیم. من آفیسی ما، من تمام خوراک ها. خوشبختی نصیب روزیتان، توفای خوب. کسانی که بیوز غیرند من ای بانک و خاندانی و یا پول روی کده میشه. خوش آمده.